ببینیم این خانم تو این موقعیت چی کار میکنه. دوست داریم از تو تشکر کنیم که یه اخلاق نبوی رو از خودت بروز دادی. الحمدلله. اگه پیامبر اکرم صلی الله بین ما بود، وضع ما چطور بود؟ این وضعیت رو نداشتیم، خیلی وضع ما بهتر بود. به نظر شما اگه می اومد و وضع ما رو میدید چی میگفت؟ به جای اشک خون گریه میکرد. ما هم باید خون گریه کنیم. خدا کمک کنه. در هر حال باید خدا رو شکر کرد. اگه فرض بشه که یه دقیقه خودت تنها با ایشون بشینی، به اون چی میگی؟ سوال سختیه. این یه آرزوه. اگه واقعا در کنار پیامبر بودم همین کافی بود. با دیدنش، با این دیدن او از دنیا برم. کاش این آرزو برآورده میشه.